کلش رویال، ولی هرچی جلوتر میریم فشاری‌تر میشم. سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حال همتون خوب باشه. آقا ما چه منفی زدیم دوستان، چه منفی وحشتناک. اینجا رو فقط ببینید. ما پله شیشم بودیم، اومدم یه ویدیوی دیگه بزنم، افتادیم رو دور زد. حالا بریم وسط مچ ادامه توضیحاتو میدم. دوستان باورتون نمیشه کل مچ ها همه ایدراگ، الکترو ویزارد، زپ، نمیدونم زپیز، از اینجور داستانا بودن دیگه. کل مچ یعنی یه مچ نبود که اینطوری نباشه حریفا. خلاص داستانی داریم دیگه ما با این گیم. برو که بریم. اینجا که ابیلیتی کوینو میزنه و من با این داستان کنار اومدم. یه مینیون میندازم که صرفا اون الیت بربرا رو بکشیم، که خب موفق هم بودیم تا حدودی. اوکی، اینو بعد این شکلی بگیرم، الیت بربرا برمیگردن خدا رو شکر و دیگه نیاز نیست اکسیر بیشتری خرج کنم. ولی رونجاین تو جلوشون نمیرم چون اکسیر یه برابره، اینطوری بی برنامه نمیشه اکسیر خرج کرد. و آره خلاصه برو که بریم. یه رونجاین از ته میرم، نمیدونم با اسپارکی حمله کنم یا با مادرویچ برزرکر. حقیقتا مادرویچ برزرکر اینجا بیشتر به دلم میشینه. یه مینیون هم میندازم کمک برای زدن اون الیت بربرا. میتونستم ابیلیتی برزرکرم بزنم ولی اینجا میخواستم بهتر سایکل کنم، بخاطر همین از مینیون استفاده کردم. مرسی خوب عمل کردن. کارتیگه الیت بربر برای هوی حریف دیگه کوین و ابیلیتیشو یه بار زده، نمیتونه دوباره بزنه، پس اون الیت بربرا معلومه قراره یه ولیوی بگیرن. مرسی. حریف مجبور شد کنونشو بده برم. هرچند اوضاع من خودم برایندم اینه که اوضاع به نفع حریفه. راستش رو بخواید یه اسپارکی میرم این دفعه، باید با اسپارکی حمله کنم. و یه مادرویچ از اینجا میرم با امید اینکه یه چیز بندازه. ننداخت. و دوستان من واقعا هیچ برنامه‌ای ندارم برای ادامه این مچ، صرفا باید بچرخونم دیگه. بچرخونم ببینم چی میشه. و بله، چون الکی دست کارتمو چرخوندم، حریفم فهمید الکیه بدون برنامه است، زلزله زد. یه مادرویچ میندازم اینجا برای کاور حملم. مرسی از کارت ها. یه برزرکر از ته میندازم. دست کارتم ریده دوست. چه سوتی داد حریف. دوستان من حرکت خاصی نزدم، حریف رو اوت سایکل نکردم، صرفا حریف سوتی داد. اینجا رو دوستان این مادرویچ قراره یکم ولیو بگیره، برامون شل کرد حریف شل کرد. دوستان من تو این بازی کار خاصی نکردم، کل بازی رو اوت سایکل بودم، داشتم دست کارتمو میچرخوندم، حریف از سوتی خودش باعث شد که ما بازی رو ببریم. و جی دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تو مچ بعدی میبینمتون. خب دوستان اومدیم با مچ بعدی در مقابل این حریف چینی ژاپنیمون که خب اسمشون نمیتونم بخونم اینه همیشه. و اینکه دوستان تو این ویدیو برد باشه باخت باشه اهمیتی برام نداره، میذارم هرچی شد، چون واقعا دیگه خسته شدم از دست اینکه باخت هامو کات کنم و از اینجور داستانا، چون که واقعا بازی برام خسته کننده نمیشه دوستان. این ویچر رو نگاه کن تو رو قرآن، بندازیدشا الیت بربرا. ننداختم، ممنون. اسپارکی من اونجا دیگه مجبور شدم تنها بندازم، با اینکه خب خیلی حرکت عاقلانه نیست، ولی تو سایکلم روم جاینت نبود پس مجبور شدم. چه مینیون خوبی انداختم ولی حریف مادرویچ داره. یه روم جاینت برای دفاع میندازم با مادرویچ خودم.
یکم فاصله افتاد بین رونجاینت و مادرویچ هم، به خاطر همین شاید حملم یکم بلنگه، ولی اهمیتی نداره چون که برزرکر رو رسوندم و اینجا تنها چیزی که میخوایم یه ابیلیتی برزرکره تا تانکش اونجا مادرویچ بتونه یکم چیپ دمیج بگیره رو تاور. مرسی. میخواد رم رایدر بیاد، درسته؟ بله میدونستم. به خاطر همین الی بربر آماده داشتم. مرسی. بزنید این سیاه پوستو. ممنون. مرسی. ویچرم تقریبا کشتن دیگه، خیلی نیاز نیست نگرانش باشیم. نهایتا یه شات میخواد بگیره رو تاور. دوستان به لحاظ دمیجی عقبیم راستشو بخواید، ولی اوضاع اوکی، قابل کنترل. خیلی اسپارکی خوبی بود. اسپارکی از جلوی هیلر یا کارت های جون بالا، تانک ها و اینا پلی خوبیه، ولی خونه بربر رو من دیگه نفهمیدم داداش. یه با زب مادرویچ خودمون رو در مقابل مادرویچ حریف برنده میکنیم و یه برزرکر هم میرم جلو مادرویچ خودم. حیف دیر رسید و چیزم زد جلو. به مادرویچ هم زد جلو، ولی مهم نیست چون سمت چپ اسپارکی یه نون خیلی مشتی گرفت. اصلا زب نیاز نبود. حریف داره خیلی بد بازی میکنه. یه تورنادو که همه چی بکشونیم تو چونه هم و اسپارکی با یه شات همه رو بزنه. اوکی، یه دونه این شکلی حمله میکنم از مخالف. ممنون. حریف که میره تو فاز دفاع راست، یه دونه الی بربر ایو از چپ میفرستم. نه که حریف بدک دفاعش نکردین. رم رایدر رو صرفا با یه زب میگیرم. برام مهم نیستش که خیلی بخواد دمیج بده چون سمت راستم جلوی که اصلا کل این داستانه هیچ اهمیتی نداشت چون از چپ تاور حریف رو گرفتیم و جی دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تو مچ بعدی میبینمتون. خب دوستان، اومدیم با مچ بعدی در مقابل سموف 2. اوکی، سموف 2 مطمئن نیستم اسم چه معنی میده ولی برو که بریم. از روبروی اسکل برلش اسپارکی میرم. مرسی از این شات تمیز، خیلی هم تمیز نبود. از این شات اسپارکی یه مینیون از ته پخش میکنم. یه برزرکر از راست میرم و یه مادرویچ از چپ برای خوک، برای ایجاد خوک. آره خلاصه برو که بریم. بولره سرویس میکنه و مگونایت میندازه. چقدر وحشیانه. طرف 500 تا اکسیر تو زمین داره، من 500 تا اکسیر حتی تو دستم هم ندارم. یه زب برای اسکلت ها. دوستان میبینید دیگه مچ ها رو، همش زد. یه دست نیستش که من زد باشم. اصلا وحشتناک. اوکی، یه حمله این شکلی میزنیم. خیلی امیدوار بودم که بتونم یه حرکتی بزنم ولی نشد. دوستان خب چیکار کنم؟ همش زد. یه رونجاینت اینجا میندازم و یه الیت بربر پشت این بولره. اشتباه بازی کردم. فشاری هم نمیدونم دارم چیکار میکنم. با لعنت بهت دیگه، من چجوری باید تو رو بزنم؟ مادرویچ از اینجا میندازم. پویزن هم داره. ماشاءالله. دوستان کسی والا بعد شما تو کامنت از من میپرسید چجوری زدامونو بزنیم. دوستان اگه بلد بودم خودم میزدم دیگه. بابا از کی دارید میپرسید؟ من خودم هم بلد نیستم. زپ اینجا یه مادرویچ تا شاید چند تا دونه خوک تولید شه. یا طرف رو مگانایتش همه چی رو جمع میکنه دیگه.
هیچ چیزی وجود نداره که اون مگانایت نتونه بکشه. و 2 تابولر تو چجوری از چپ رسوندی آخه حروم زاده؟ الان چپ رو نگاه کردم. بابا کیرم تو این بازی جمع کنی بره دیگه بابا. بازی شده پر چیته. جیجی آقا جیجی. بچه بعدی میبینمتون. خب دوستان اومدیم با مچ بعدی در مقابل جک 338. اوکی. یه رونجا این تته میرم، اصلا حوصله دفاع کردن و این داستانا ندارم. برو که بریم اصلا دوستان. زشا ولی کلم کیری آقا، حوصله این داستانا رو ندارم. بزن دیگه اسپارکی، داری چی کار میکنی آخه؟ ابیلیتیم هم نرسید. مرسی. مگانایت نپره خواهشن نپره مادر ویچ. مرسی. طرف با زپ و ماینر سری مادر ویچ هم حذف کرد. نمیدونم اون صحنه من تو مادر ویچ نمیدیدم که خیلی بخواد اذیت کنه، ولی اینجا یه دمیج خیلی خوب خورد، ولی حمله خوبی هم بابتش زد. بابا شل کن داداش، شل کن. اوکی یه دونه از والبریکر رو کوبید، چون کینگ تاور هم اکتیو بود همون یه دونه صرفا کوبید و درسته دمیج خیلی عقبم، ولی الان تو موقعیت بهتری هم میتونم حمله خفن انجام بدم. اوکی طرف ماسکیتر میندازه، من یه اسپارکی میندازم دیگه. مادرویچو پشتش اسپم نمیدم چون ممکنه مگانایت بندازه، یعنی ممکنه که خب 100% میندازه. بذار بندازم حالا یه 2 تا خوک تولید شه. حالا خوک اونقدر هم اتفاق بدی نیست. مرسی. بندی تعریفم خوک شد. ممنون میشم مادرویچ اسپارکی نمیرن. یه برزرکر باید جلوش اسپم میدادم ولی حالا پشتش شد، اشکال نداره. مینیونش اذیته، باید زپوم زود برسه. یه الیت بربر میندازم و یه رون جاینت برای حمله. یه مینیونم اسپم میدم دیگه دوستان. من اصلا حال و حوصله بازی کردن ندارم، اصلا گور پدرش. میخوایم ببازیم هم بذار. بلش کن. من فکر کنم حرف نزنم بهتره. میذارم جفتشون بکوبم، نرف شدن اونقدر دمیج نمیدم. یه الیت بربر از مخالف. قبل از نرف بود تاور رو مینداختن. یه زب برای مینیونا، یه رون جاینت، یه دونه مادرویچ از مخالف، یه برزرکر برای تانک شدن برای مادرویچ، یه مینیون از وسط، یه ابیلیتی لحظه آخری برای برزرکر. خب یه الیت بربر هم برای دفاع گاردا هم برای حمله بعدش. طرف ماینرشو میاد برای مینیونا یا چی؟ مینیونو دمیج ندید. مینیونو دمیج دادن ولی مهم نیست. ما هنوزم میتونیم کارو در بیاریم. یه اسپارکی هم مخالف برای هر چیز احتمالی از حریف. سری باید اینو با تورنادو بکشونم عقب. اسپارکی بزن. حرومزاده بزن دیگه. خب دوستان اومدیم با مچ بعدی در مقابل حسین گود لایک میده، بوست میفرستم دیگه، ایرانی دیگه، قلب میده. گودلین برلشو با یه زب میگیرم، نمیخوام اکسیر بیشتر خرج کنم. یه رونجا این تته میرم. دوستان من دیگه لدر نمیذارم. من تا اطلاع ثانوی دیگه از لدر مدر خبری نیست. چیز میذارم صرفا. کرکرش گرفت رو مادرویچم. دلغک. مرسی هم مادرویچ که ویزارد رو یه جورایی کشت.
یه الیت بربر تو صورت جفت کارتای حریف. مرسی. و یه ضبط دستم برای اسکلت آرمی، چیزی که با مگانایت گرفت. یه اسپارکی برای دفاعش میندازم. فکر میکنم کافی باشه. نه دوستان کافی نیست قطعا. دوست دارم الان یه آدم بکشم. البته ولش کنم این حرفا بذار نزنم، یوتیوب یهو بنم میکنه. یه زب برای دفاع. اینجا یه مادرویچ میخوام و یه برزرکر. برو که بریم کارتارمون خوب انداختم. مرسی چه الیت بربر خوبی انداختم. خودمونی. یه اسپورکی برای تلاش برای کشتن اون مگانایت حالا مگه میمیره. یه رونجاین تد تو صورتش. مرسی از اسپارکی. دارم تمام زورمو میزنم دیگه دوستان، تمام زورمه. این اگه جواب نمیده خب من نوبم دیگه دوستان. چه میشه گفت؟ یه رونجاینت لحظه آخری جلوی اسپارکی میرسونم. بابا وای دوستان میخوام خودم رو بکشم. اصلا حالم خوب نیست. رو دور زد افتادم بدجور. خیلی بد. یعنی همه بتلامو میبازم دوستان. من کلا دیگه چیز میذارم دوستان، داشتم میگفتم تا اطلاع ثانوی لدر نمیذارم. مودای جدید کیاس اومده براتون، کیاس میزنم همه کنار هم عشق کنیم. میدونم که شما خیلی دوست داریم. اینجا میخواد ابیلیتیشو بزنه. نه نزن. جی آقا جی منتظر ویدیوهای مودهای جدید کیاس باشید. و آره خلاصه دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تو ویدیوی بعدی که کیاس باشه میبینمتون.